انسان داریم تا عرفان. یارو میرد عاشق خدا میشد، یارو میشه عاشق یه دختر میشه مثل لیلی که قشنگ نبودن. لیلی میگن یه دختر زشت بود مثل همون خانم. نه اون یکی اون رو سر سیاهی هست. همون خانم کجا میری؟ بشین. درست این خانم زشت بد چهره بوده، این مجنون عاشق شده. خب لابد کسی دیگه نبوده عاشق بشه. به هر حال انسان است و کسی یه سلیقه‌ای دارد. یه تشویق یه تکبیر بفرستیم.